امروز امت اسلام میزده شد، نشأمند و گرایین کش شد. امت اسلام دزد شد، آدم کش شد، دل آزار شد. زنهای امت اسلام فاحشه و بی حیا شدند. همه این ارمغان دنیای غرب بود، همه این سوغای دنیای کفر بود. در این مدت 70 سال و 80 سال و 90 سال برای مردم ما، برای امت اسلام، برای پیروان قرآن آوردند. و الا مادر تاجیک زناگاری را نمیدانست، مادر تاجیک دو شو سه شو کردن نمیدانست. امروز برای زن تاجیک ننگ است که شوهرش در وطن اینجا با شوهری نو میکند. سبب این است